بله آقا، ما رفتیم جو بخریم طبق فرموده داداشمون. گفتن آقا جو تموم شده، اون داداشیمون اومده همه جوها رو خریده. آبش رو دادن به ما، آب جو. گفتم که داداش اون که یونجه خوره. گفت نه، یونجه خور اونیه که میگه برنجا رو بریزید تو دریا به مردم ندید، قیمت برنج اوکی بشه. واقعا عجب ملتیه. مرتی که دریوز تو گوه میخوری برمیگردی به ملت ایران میگی جو بخورن. تو کی هستی؟ از کدوم سرزمین شما ریختی تو این مملکت مردم رو وادار میکنید به جو خوردن و برنج ریختن تو دریا؟ اعصاب کفش هم اینجوری نیست. من نمیدونم اون تلویزیون این مرتیکه رو از کجا میاره یا اونو از کجا میاره. اینا کارشناسن، اینا رو آوردید که 47 سال ریدن تو مملکت. سلامتی ملت ایران.